ایرانی از یه ستاره ایرانی که سالها سنگربان دروازه ایران بوده جلوی تیم‌های قوی دنیا داشته باشیم. برنامه خوبی براتون داریم، ولی اول کار خواستم دعوت کنم از گروه پارس مارشال آرتس یک دمونستریشن دارن که برای شما میخوان اجرا کنن. Big honor. Big honor. This is the real one, guys. Congratulations. Congratulations. قدردانی از یک قهرمان که هنوز زنده است و در کنارمون است. قدرش می‌دونم و ماشاءالله تو چه شکلی هم هست. وجود این همه بلک بلت ایرانی رو ببینید توی اتاق، من فکر نمی‌کنم شما دیده باشین در کل برون مرز ایران شما بخواید پیدا بکنید. و این همتی که این بچه‌ها کردن، امیدوارم یه روزی من بیام اینجا این یه آغازی باشه آقای نجیب، با وجود آقای عابدزاده به عنوان عضو افتخاری گروه ما که ما بتونیم صدها کمربند سیاه ببینیم، جوانامون رو ببینیم که بیان اینجا قدرت بگیرن در کنار شما. مایک هستم در کنار مرتضی. امروز با یک گزارش بسیار عالی در خدمتتون هستیم. در کنار یکی از اسطوره‌های فوق‌العاده محبوب و دوست داشتنی ایران که بیشتر شما به اسم عقاب آسیا میشناسید، جناب آقای عابدزاده. جناب آقای عابدزاده سلام، خسته نباشید. سلام، حال شما خوب هستید؟ خیلی خوش اومدید در خدمتتون. آقای عابدزاده یه سوالی ازتون دارم. ما خیلی دوست داریم که الان در حال حاضر فعالیت فوتبالی در داخل ایران و خارج از ایران دارین یا ندارین؟ آخرین خبری که ما داشتیم فکر کنم در تیم لس آنجلس بلوز بود دیگه. توی ایران البته من زیاد کار آنچنانی نمی‌کنم. من بیشتر رستوران توی متلقو هستم. اونجا برای خودم یه رستوران خیلی خوب زدم به نام برگر بار و الان هر روزم می‌دونی که مردم از شمال، از شهرستان کل شمال، از گیلان، مازندران، از اردبیل، تبریز و بره تا مشهد، اینا همه میان به خاطر ما میان محبت میکنن، هم مسافرای خودشونو میرن، هم به رستوران منم به خود منم میرسن محبت دارن و کلا کاری که انجام میدم بیشتر ورزش بدنسازی کار میکنم، خصوصی کار میکنم تو ایران به بچه‌هایی که اونجا هستن، فقط خصوصی کار. تو ایرانم که تو آمریکا که میام، اونم موقعی که میام نزدیک چند تا شاید 12 تا خصوصی دارم اینجا تا میام براشون، هر روز باشون تمرین میدم و برمیگردم دیگه میام. خیلی هم عالی. من خونده بودم که امیر پسرتون توی لس آنجلس بلوز داره تمرین میکنه و اونجا کار داره میکنه که شما هم یه زمان امیر پسرم میتونم بگم 3 سال پیش اومدش، یه دفعه بلند شد دیگه رفت ایران. بعد ایران اومد که من بهشم گفتم که شرایطت وایسو بمون بعد بیا بریم که شرایط من گرین کارت بشه. خب گفت میخوام برم تو ایران، فوتبال تو ایران نتیجه‌ام بهتره. پس توی ایران هنوز مشغول هستش آقا امیر؟ بله نه، ولی امسال دیگه امسال سالی که یکی از اروپا میره، احتمالاً توی اتریشه و توی اتریش هم احتمالاً مربی خودش رو نگاه بکنن و چند تا منیجر داره، یه منیجر داره به نام امیر هاشمی مقدم، مسئولشه که داره ان شاءالله بتونه امیر به یه باشگاه لیگ کنه. بعد فکر می‌کنین امیر عقاب آسیای آینده ایران بشه؟ امیر توی ایران الان از همه به نظر من، به خاطر اینکه من با تمریناتی که من میدم، کسی که پسر من تمریناتی که انجام میدم سخته و تازه من از دست اون خسته میشم چون این شرایطش جوری شده که داره کار میکنه و الان میدونی که روز به روزم من اگر بخوام بگم حالا شاید فکر کنم چون پسرش داره اینو انجام میده، ولی الان من میتونم اگه 5 تا گلر توی ایران گلر باشه بازی کنه، من فکر کنم پسرم هم اولین گلر تیم ملی میتونه. خیلی عالی، واقعا افتخار ایران خواهد بود.
بسیار عالی. پس ما خواهیم دید یه آقا آسیایی به نام امیر در آینده. انشالله به زودی. یه سوالی هست برای ما همیشه همه میپرسیم، بازی سال 98 ایران و استرالیا 97 خیلی 98 که اونجا بودیم ما 97 ما میشه 77 1377 بالاخره شما خودتون اونجا بودین و حافظ شما خیلی بهتر ما خواهد من نبودم، شما بودید. ما تو اونجا نبودیم. خاطره خوبی که دارین تا حالا جلوی دوربین نگفتیم. شیرین ترین بازی استرالیا که همیشه تو ذهن تمام ایرانی که تمام دنیایی که وجود داشته باشه با تمام لذتش بازی رو دیده و بعد از 20 سال که تیم ملی ما به جام جهانی رفت، بعد از 20 سال و همین بخاطر شد که واقعا شادی مردم تو ذهنش تو دلشون مونده و الان ببینید اگه بازی استرالیا رو الان امروز هم نگاه بکنیم شرایطش جوریه که همه مردم فکر میکنن تازه شده و همیشه تو دلشون چون اینقدر سخت بود بازی و واقعا یک بازی خیلی سختی بود که میشد انجام بدیم، هنوز هم تو دلش هست و همین به خاطر همینه که همیشه برای این بازی بسیار شیرینه. من اصلا یادمه که اون موقع همه این حرکت توپی که نگه داشتین به عنوان یه نماد قدرتی بود و اعتماد به نفس بود. همه وقتی می‌خواستن اعتماد به نفس رو به کسی نشون بدن داشته باش همه اینجوری می‌کردن و واقعا یه نمادش بود. واقعا ممنونتونیم. واقعا ممنونم که شادی رو به دل همه ما آوردین. امیدواریم امیر در آینده این کارو بکنه و به قول معروف شده که می‌دونیم وقتتون بسیار امروز گرفتار هستیم، وقت کمی داریم. خوشحال شدیم. مرسی. آخرین مسیجی که دوست داریم به همه هموطنان بچه و CPC بدین جلوی دوربین چیزی داریم که دوست داریم؟ واقعا اولا که محبت دارید، دوستان ما اینجا هست، دست میزنیم به همشون پیشاپیش. این بتونیم ایرانیای عزیزمون همیشه بتونن از خود بچه‌هاشون، بزرگشون، کوچیکشون هر شرایطی دارن سلامت و تندرست باشن. زنده باشید. شما خوشحالیم.